لطفاً برای شروع کردن نفری یک جوک تعریف کنید تا کمی حالمون خوب بشه. بچه‌تو دیدیم داشت حشیش میکشید. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی تو فضا بود. بعد میره خونه یه دونه میزنه زیر گوش بچه‌ش میگه بیا ببینم حشیش کشیدی؟ بچه‌ش میگه نه. میگه گو نخور تو فضا دیدنت. جالب بود. آقای خلسه شما هم بگید. می‌دونستی ماهی‌ها از کجا میفهمن حامله شدن؟ از کجا؟ از عادت ماهیانه. بابا شیرین، شبا کجا میخوابی؟ پیشرو به جان لطفاً یکی هم شما بگو. تو تیاری یارو میره میخره، میگه ببین این فوش میده نخرش. میگه اشکال نداره بده ببرم، میبرتش. ببین داگه فرانه فوش میده تو تیر. این پرده ها رو به قول داشت امیر میکشه روی این توتیه. صاباره میگه بهش، میگه اینو بکش دیگه فوش نمیده. میره سعی میکنه مورد میکشه بالا، میگه دیدی کونت میخوره. بد نبود. قلی با دوست دخترش زیر پتو بود، هیچ کاری نمیکرد. یا دوست دخترش گفت قلی راستی من سوراخ دارم. قلی گفت ای خدا نگوشتت، میگم باد صد از کجا میاد.